دهشتناکه. چی روزی بسیار مصیبت و ماتم و غم است. در پیش بنابراین رسول اکرم نشسته بودند که اصحاب یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی می شود؟ گویان از پیغمبر قیامت پرسید. رسول اکرم گفتند که عزیز من، وقتی من گویم سحر قیامت می شود، تو چه تیاری دیدگی برای قیامت؟ برای قیامت باید تو آماده شوی، برای قیامت باید تو تیار باشی. گفت لیکن یقین بدان که مردی قیامت سر شد. هر انسان به مجردی مردنش الک قیامت سر شد. قبر رسول اکرم گفتن روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. این قبر یا باغ از باغ جنت یا چقوری کودال چهلک دیدان از چقوری های دوزخ. بنابراین رسول اکرم گفتن قبر اخیری منزل دنیاست، اولی منزل آخرت است. انسان از دنیا بالکلیه خارج می شود، می برارن انسان، ثانی در درون قبر می دراد، دیگه فارغ دنیا شد. از این دنیا هیچ چیز براش در کار نیست مگر یک کفن قطیش می گیرد و می رد. وقتی در قبر بسته شد و بالاش خاک پرتافته شد، تمام اینجا محکم می شود، دروازه اخرى کشاده می شود، دروازه به طرف عالم برزخ کشاده می شود. دنیای نویند زندگی می کند انسان. بنابراین من و شما را فریب ندین مشرکا و کافرای دنیا، اتئیسم و کمونیسمی 70 ساله گذشته فریب ندین هنوزم که مردی و انسان میپوسد میرود. نه، انسان نمیپوسد عزیزان. مردن این معنی ندارد که از بین رفتن و نیست شدن باشد. مردن این معنی را دارد که از این خانه خانه دیگر میگذری، این شهر شهری دیگر میری، از این مکانی مکانی دیگر. این معنا دارد. این معنی ندارد که ما در این خاک پوسیدیم و بهمین خلاص میشیم. نه، این پیلته خام از گوشاتان کشه. برای 40 ساله و 50 ساله و 70 و 80 ساله زندگی دنیات حسابات خطی میتی در پیشگاه خدا. یک جواب باید تیار کرد. حلالها حساب. اگر حلال خوردی مال دنیا را از حلال جمع کرده باشی، خدا حسابش میکند. حرامها عذاب. اگر مال دنیا از روی حرام جمع کرده باشی، منتظر عذاب باش. و شبهتها عتاب فاعتبروا یا اولی الابصار. خلاص در آیه کریمه منزله را بیان میکند. ما سلککم فی سقر. این سوال از جانب جنتی ها برای دوزخی ها می شود. مردمی را که خداوند نصیبش کرده باشد به طرف جنت میبرند. گروه جنتی ها بسیار نورانیان، معطران، خوشرویان، خوشبویان، نورانیان، لباس های زیبای و قیمت بها، تاج های بریلانتی و طلایی، جیلک های شاهانه، کوشه هایی که از مروارید و لؤلؤ بافته شده است پوشیده و زیبا کردگی در بالاهای بلندی ها و تخت ها و ادیرها و کوه های جنتی ها استادیان. ناخواست گروه اول را می گذرانند به طرف سقر، به طرف دوزخ، به طرف جهنمی که بسیار مکان آزار و عذاب است. ما سلککم فی سقر. وقتی میبینند جنتی ها سوال میتیند. بنده های خدا، برادرای عزیزی من، ناما را میگیرند، یه دیگر را میشناسند. شما را چرا که کجا برسادین اینها؟ این مفتشای الهی، این ملائکه های دهشتناک خدا شما را کشیده زلوانه و زنجیر پیچ کرده، کجا برسادین؟ اینا خودشان میگفتن به طرف سقر، به طرف دوزخ رفتادین. پس جنتی ها میگفتن آخه شما برادرای ما بوده، در محفل ها با هم میشیشتیم، در معرکه ها با هم بودیم. علت دوزخ رفتنتون چی است که ما را خدا جنت آورد شما را دوزخ میبرده است؟ اینا میگن لم نکن من المصلین. گناه بدی ما همین بود عزیزان برادران که ما از زمره بی نمازا بودیم، نماز نمیخواندیم.
یا الله خدا از بنده بی نماز بیزار است. بنده بی نماز پروردگار دوست نمی دارد. مسلمانی که گوید من مسلمانم نماز نداشته باشد، از این تو مسلمان خدا بیزار است. بنابراین نماز فرض الهی است، نماز حکم خدا است، نماز فرمان خدا است، دستور قطعی پروردگار است و سبب نجات شما در روز قیامت نماز است. یکمین چیزی که انسان نجات میتید والله نماز است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. به تحقیق نجات یافتن مؤمنهای واقعی با خواندن نمازی که با خشوع و خضوع است، با خواندن نمازی که با عشق و محبت است، با اخلاص است، با دلسوزی نماز میخوانند، این تو نماز صاحبش نجات میده در اون روزی وزنی. بنابراین وقتی مسلمان دعوا میکند که مسلمان است، بعد احکام و فرمان خدا را به جا بیارند. یکمین فرمان خدا بعد ایمان نماز است. و اقیم الصلاه. خدا میگه برپا دارد نماز را. بنده با نماز بنده پاکیزه است. نزد رسول اکرم یک مرد آمد شکایت کرد که یا رسول الله فلانی از پشت شما نماز میخواند و ثانی با دزدی میکند. میگه از پشت شما نماز میخواند، با میراد یک عملی بده میکند، دزدی میکند. یا رسول نماز چی میشده باشد؟ پیغمبری خدا گفتن این آدم نماز میخواند؟ گفتن بله. بعد نماز با میراد دزدی میکند؟ گفتن بله. بعد رسول اکرم این آیه را خواند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیموا الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز بخوانید، به تحقیق نماز شما را از فحشا و منکر، از زنا و دزدی و عرق نوشی و گناه و معصیت باز می‌دارد به زودی. رسول اکرم تن تنبیهش نکنه، آزارش نده. امروز فردا این نماز او را از همین فعلی بدش، از همین گناه نجاتش می‌دهد ان شاء الله. بنابراین نماز دومین رکن ایمان است بعد از ایمان. یکم گروه معلوم شد کیا بودیان به نمازها، که در باب اینها خیلی گپای سخت دشوار هم هست. اکنون من سخن دور دوام نمید کوتاه میکنم. در این اثنا بود که گروه دویم میبیارم باز زلوانه زدگی و زنجیر پیچ سوال میکند ما سلککم فی سقر، شما را چی بلا زد که دوزخ برسادیان؟ اینا میگن لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین. دویم گروه میگفتن که گناه بدی ما همین بود که خدا ما را ثروتی به اندازه داده بود، دنیای به حد داده بود، ثروتی به نهایت بزرگ داده بود، اما پول خدا داده را، ثروتی الهی را، آن دنیایی که خدا به ما داد در راه خدا صرف نکردیم، بلکه غیر راه خدا در استفادهش بردیم. مثلا بای بچه هایی که هستن خداوند دنیاشان نصیبشان کند، اما از خدا توفیقی استفاده بری اون مال بخواهم باید. چگونه که خدا به ما نعمت داد، از نعمتهای او استفاده میبریم، چه نعمتی مادیش باشه چه نعمتی معنویش. بای بچه هایم که امروز که خدا ثروتشان داده آشی بدنشان شود، لیکن به هر حال مس نشوند، به هر حال مغرور این دنیا نشوند که خدا هر یک ثروتمند میانش میشکند و کلش میکند میپرتاد که با من و تو هیچیم در پیش اونها. اگر تاریخ نگاه کنیم قارون کجا شد، فرعون کجا شد، شداد کجا شد، نمرود کجا شد. لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین. گناهی بدی ما همین بود که ما زکات مال نمیدادیم. یعنی زکات مال دادن سوم رکن ایمان است. بعد از ایمان نماز، بعد نماز زکات. زکات هم این فرض است برادران عزیز. هر شخصی را که خدا دنیا میتید، ثروت میتید، مال میتید، حتما از مال خدا دادگی بدون غل و غش باید حق خدا را جدا کند، ثانی باقی مانده او را استفاده. حق خدا زکات مال است. از طلا است او، از دلار است او، از سامانی است او، از گاو است، از بز است، از گوسفند است، ثانی از هر مالی که خدا داده است. وقتی به نصاب که رسید حتما باید او را زکات چتید. اگر زکات مال نمیتید، فردای قیامت پروردگار
مالهای داده خودش در علاو جوش میکند، غشتای آتشین پره های روی بای بچه در خدا میمانده است، تخته های پوشش در غشتای آتشین میگذاشته است. بنابراین اون ثروت خدا داده را در راه خدا، در راه زن و فرزنداشان باید صرف کنند، در راه اسلام، در راه مؤمن ها، مسلمان ها صرف کنند که خطر است، که خطری وزبین است که اگر اون مال جمع کرده را استفاده نبرده مردن بای بچه ها مبادا، والله حسرت زده می شوند و انگشت حسرت گزیده می روند، چون دنیا را همه را می پرتان، می روند دست خالی.